سد الباب يا حبيبي. نعم يلا ارتاح بعد ما يشتغل. لا بس تمام بس وقفش فيش اصلي. آقا چرا اینترنت رو وصل نمی کنین برادر من؟ یعنی اون جاسوس موساد مادر جنده 2 میلیون پول نره کانفینگ بخره وی پی ان بخره؟ بچه من یه نقشه دارم. نقشت چیه؟ چقدر پول در بردی؟ 3 میلیارد. چقدر در بردی؟ 5 میلیارد. منم 4 میلیارد در بردم. 3 نفرم میشستم اونا میلیارد در بردن. 3 نفری با اون 4 نفر تیم میشیم پولامون رو میذاریم رو هم یه دونه موشک میگیریم میزنیم به دشمن. اینجوری دوباره نت قطع میشه کامپین میفروشیم. داش وی پی ان نمیخوای؟ نه داداش نمیخوام. 100 گیگ 10 تومن. نمیخوام.